دیمیتری سیچف، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل روسیه، در 26 اکتبر 1983 در اومسک روسیه متولد شده. از باشگاه‌های اروپایی معتبری که در آنها سابقه بازی داره میتوان به اسپارتاک مسکو، المپیک مارسی و لوکوموتیو مسکو اشاره کرد. در عرصه ملی در فاصله سالهای 2002 تا 2010 برای تیم ملی فوتبال روسیه 47 مسابقه ملی انجام داد و در کارنامه خودش 15 گل ملی به ثبت رسونده. وی موفق شده در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2002 برای تیم ملی فوتبال روسیه پا به میدان بگذاره. این مهاجم اهل روسیه در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه اسپارتاک مسکو به باشگاه المپیک مارسی با مبلغ 3 میلیون یورو رتبه دهم گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. رودریگو فابری، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل برزیل، در 15 ژانویه 1976 در سانتو آندره برزیل متولد شده. از باشگاه اروپایی مهمی که در آن سابقه بازی داره میتوان به رئال وایادولید، اسپورتینگ لیسبون و اتلتیکو مادرید اشاره کرد. و همچنین در عرصه ملی در فاصله ساله 1996 تا 1997 تنها 3 بازی ملی انجام داده و 1 گل ملی در کارنامه خودش به ثمر رسونده. این هافبک میانه زمین اهل برزیل در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه رئال مادرید به باشگاه اتلتیکو مادرید با مبلغ 3 میلیون یورو رتبه نهم گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. مارت بوم، دروازه‌بان سابق و بازنشسته فوتبال اهل استونی، در 3 فوریه 1972 در تالین استونی متولد شده. از باشگاه‌های اروپایی مهمی که در آنها سابقه بازی داره میتوان به باشگاه‌های آرسنال، پورتموث، واتفورد، ساندرلند و دربی کانتی اشاره کرد. وی همچنین در عرصه ملی برای تیم ملی استونی 120 مسابقه را در درون چارچوب دروازه حاضر بوده. این دروازه‌بان بلند قامت اهل استونی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه دربی کانتی به باشگاه ساندرلند با مبلغ 3 میلیون و 750 هزار یورو رتبه 8 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. دیوید توماس پروتون، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل انگلستان، در 12 سپتامبر 1981 در حال انگلستان متولد شده. از باشگاه‌های اروپایی مهمی که در آنها سابقه بازی داره میتوان به ناتینگهام فارست، ساوثهمپتون، لیدز یونایتد اشاره کرد. همچنین برای تیم ملی زیر 21 سال انگلیس 25 بازی ملی انجام داده، ولی برای تیم ملی بزرگسالان انگلستان هیچ مسابقه‌ای رو نتوانسته که انجام بدهد. این هافبک انگلیسی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه ناتینگهام فارست به باشگاه ساوثهمپتون با مبلغ 3 میلیون و 750 هزار یورو رتبه 7 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. پاول کودریا، بازیکن سابق و بازنشسته اهل رومانی، در 4 آپریل 1981 در تیم سوارای رومانی متولد شده. از باشگاه اروپایی مهمی که در آنها بازی کرده میتوان به ژنوا، پالرمو و تورینو اشاره کرد. در عرصه ملی برای تیم ملی فوتبال رومانی موفق شده که 44 مسابقه رو در فاصله سالهای 2000 تا 2010 انجام بده و در کارنامه خودش 1 گل ملی به ثمر برسونه. وی همچنین در رقابت‌های یورو 2008 موفق شده برای این تیم ملی پا به میدان بگذاره. این هافبک میانه زمین اهل رومانی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه ژنوا به باشگاه پالرمو با مبلغ 5 میلیون یورو رتبه 6 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. پاک جی سونگ، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل کره جنوبی، در 25 فوریه 1981 در سئول کره جنوبی متولد شده. از باشگاه‌های مهم اروپایی که در آنها سابقه بازیداری میتوان به پی اس وی اندهوون،
منچستر یونایتد و رنجرز اشاره کرد. در عرصه ملی وی برای تیم ملی فوتبال کره جنوبی در فاصله سالهای 2000 تا 2011 موفق شده که 100 بازی ملی انجام بده و در کارنامه خودش 13 گل ملی به ثمر برسونه. وی همچنین در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2002 2006 و 2010 برای تیم ملی فوتبال کره جنوبی پا به میدان گذاشته بود. این هافک خلاق و تکنیکی اهل کره جنوبی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه کیوتو سانگا به باشگاه آیندهوون با مبلغ 5 میلیون یورو رتبه پنجم گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. مایکل ریکتز، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل انگلستان، در 4 دسامبر 1978 در بیرمنگام انگلستان متولد شده. از باشگاه‌های مهم اروپایی که در آنها سابقه بازی داره میتوان به میدلزبرو، لیدز یونایتد و استوک سیتی اشاره کرد. و همچنین در عرصه ملی موفق شده برای تیم ملی فوتبال انگلستان در سال 2002 تنها یک بازی ملی انجام بده و حتی موفق به گلزنی هم نشد. این مهاجم قد بلند و سیاه چرده انگلیسی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه بولتون به باشگاه میدلزبرو با مبلغ 5,250,000 یورو رتبه 4 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. ژرکو لیکو، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل کرواسی، در 9 آپریل 1980 در زاگرب کرواسی متولد شده. از باشگاه‌های اروپایی مهمی که در آنها بازی کرده میتوان به دینامو زاگرب، دینامو کیف و موناکو اشاره کرد. وی همچنین برای تیم ملی کرواسی در حد فاصله سالهای 2002 تا 2009 موفق شده که 59 مسابقه انجام بده و 2 گل ملی به ثمر برسونه. وی همچنین در رقابت‌های جام جهانی 2006 و رقابت‌های یورو 2004 و 2008 برای تیم ملی کرواسی پا به میدان گذاشته و آنها را همراهی کرده. این هافک خلاق و تکنیکی اهل کرواسی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه دینامو زاگرب به باشگاه دینامو کیف با مبلغ 5,500,000 یورو رتبه 3 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. رابی فاولر، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل انگلستان، در 9 آوریل 1975 در لیورپول انگلستان متولد شد. از باشگاه‌های اروپایی مهمی که در آنها سابقه بازی داره میتوان به لیورپول، لیدز یونایتد، منچستر سیتی، کاردیف سیتی و بلکبرن راورز اشاره کرد. در عرصه ملی وی موفق شد برای تیم ملی فوتبال انگلستان حد فاصله سالهای 1996 تا 2002 26 بازی ملی انجام بده و 7 گل ملی در کارنامه خودش به ثمر برسونه. در حد فاصله سالهایی که برای تیم ملی انگلستان بازی کرده در رقابت‌های اروپایی 1996 و 2000 در یورو شرکت کرده و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2002 برای تیم ملی فوتبال انگلستان پا به میدان گذاشت. این مهاجم چارچوب شناس و گلزن انگلیسی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه لیدز یونایتد به باشگاه منچستر سیتی با مبلغ 9,800,000 یورو رتبه 2 گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. جاناتان وودگیت، بازیکن سابق و بازنشسته فوتبال اهل انگلستان، در 22 ژانویه 1980 در میدلزبرو انگلستان متولد شد. از باشگاه‌های مهم اروپایی که در آنها سابقه بازی داره میتوان به لیدز یونایتد، نیوکاسل یونایتد، رئال مادرید، میدلزبرو، تاتنهام و استوک سیتی اشاره کرد. وی همچنین در عرصه ملی برای تیم ملی فوتبال انگلستان در حد فاصله سالهای 1999 تا 2008 8 بازی ملی انجام داده و موفق به گلزنی نشده. این مدافع میانی مستحکم انگلیسی در سال 2002 با انتقال خودش از باشگاه لیدز یونایتد به باشگاه منچستر یونایتد با مبلغ 13,500,000 یورو رتبه نخست گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات زمستانی فصل 2002-2003 را از آن خودش کرد. در این لحظه به پایان این ویدیو رسیدیم. از شما عزیزان تمنا میکنم که کانال بنده رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای من با خبر شوید. ازتون تشکر میکنم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید.
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با یک سابسکرایب، لایک و کامنت باعث انرژی مضاعف بنده میشوید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.